درود عزیزانی که پیگیر صفحه‌های ما در تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب هستند. من دلیر مومالی هستم با شما و شما دانید که صفحه ما دائم ویدیوهای اجتماعی است. ولی چند وقتی اخیر ما پیگیر یک موضوع بسیار مهم سیاسی هستیم که در ویدیوی قبلی گفتیم که این معرکه مهم سیاسی به موضوع اجتماعی و به دخالت به زندگی اجتماعی شهروندان تاجیکستان بوده نمیتواند. 11 اکتبر روز انتخابات پرزیدنت نوبتی جمهوری تاجیکستان و 5 نامزد هست. ما یک ویدیو هم پیشتر نشر کرده بودیم در صفحه‌مون که یک سر و صداهای هم با پا خیزاند و یک چند نفر هم بیننده پیدا کرد. خدا را شکر. سپاس از اونایی که آبونه شدید و این ویدیو را تماشا کردید. و ما این نوبت رفتیم نزد میراج عبداللهیف با نمایندگی از حزب کمونیستی تاجیکستان که نامزد و یکی از داوطلبان به کرسی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان است. بیاید صحبت ما را با میراج عبداللهیف میشنویم. رفتیم. شما با این سوال جواب دادید که چرا حزب کمونیستی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت انیخترش صحیفه‌های مخصوصی خودش ندارد؟ دارد. بسیار مسئله است که ما از مثلا در روزنامه همه یک هرمای خودمان چاپ میکنیم. حاجتی در روزنامه هر ماه میبرد کمونیستی تاجیکستان. ماهنامه است نه؟ ماهنامه هر ماه میبرد. برای این قدر حاجت در اینترنت دارد، چون که بسیار شخص مسائلی که ما میگذاریم در روزنامه‌مون در روز حیاتمون با اینترنت حاجت ندارند. آیا فکر نمیکنید که جهان تکنولوژی است و اکثر انتخاب کننده شما جوان‌ها هم هستند و همه اونا در اینترنت میگردن، با این روزنامه و ماهنامه‌های دیگه وقت نمیوان متاسفانه؟ اما این کاری خطای کاملا خطای اینترنت دیگه، روزنامه دیگه. روزنامه حجتی است که در همه دست است. اینترنت یک رفتن برای جوان‌ها و فکر من اون قدر فایدهش نیست اینترنت. خب جناب میراج عبداللهیف در حال از اینترنت و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های اینترنتی جانبداری نمی‌کند که در بند 6 اصلاحات اداره‌کنی برنامه پیش از انتخاباتیشون گفتن که جاری نمودن حکومت الکترونی، یعنی چگونه میشد که حکومت الکترونی به اینترنت و به شبکه‌های اجتماعی به صفحه‌های اینترنتی الکترونی شود برای من عجیب است. دوام میدهیم. این که دونالد ترامپ با توسط شبکه‌های اجتماعی کرسی پرزیدنتی را صاحب شد، شما چی نظر دارین؟ فکر شما چیه؟ من و دولت‌هایی که چخیر میکنن من فکر خلاصه گفتن نمیتونم، چون که اون دولت صاحب اختیار خلاصه خشد دارد، دولت داری خشد دارد. ولی از تجربه‌ای که دونالد ترامپ پشت سر کرد با اینترنت کرسی پرزیدنتی را صاحب شد، چی فکر دارین شما؟ نادرست. با همین راه بسیار مخلصاش جمع کرد. بود دیگر جهانی. این که در پاسو شوروی در بلاروس امروز کوچه‌برویی مردم توسط اینترنت جلب شده است و مردم توسط اینترنت به هم میان. شما چی نظر دارید؟ کاملا خطا است. چه داش خطا است؟ خطا است که جوانان حاضره ما میباشد مرا جوانان حاضره همون درجه‌ای که مفکوره خودشون ترقی کرده در اینترنت ترقی کرده است بدونن اون جهت سیستم کمونیستی که جهانی خود دارد، چون که طلبات تربیه نسل نورس دیگه اینترنت خیلی تربیه پورا نمیگیرن. ولی نشان عالی حزب کمونیست امروز در خطای میبینیم که در نانو تکنولوژی، آیتی تکنولوژی این خط پیشرفت کرده است. شما چی فکر دارید؟ او دیگر طرز است. تکنولوژی حاضر نیست، دیگر طرز است. در سیستم کمونیستی خطای اون راه پورای سوسیالیستی دارد. از طرف نشان دادهای مارکس انگلیس اون دیگر طرفه، اون پورا روی خودش دارد. اینترنت به او علاقه داری کم است. شما خودتون صفحه اینترنتی دارین در یک شبکه اجتماعی؟ داریم. در کدام صفحه؟ صفحه گازیته نه رادیو آزادی هستم میتونم گازیته خنون است. کدام گازیته؟ نه من در مورد اینترنت صحبت کرده هستم، در مورد گازیته ماهنامه نه. روزنامه اینترنت من قهوه اینترنت ندارم، راست شدیم. اعضایان حزبتون چی؟ اعضایان حزب دارن. کتب مطبوعاتی دارد حزب؟ دارد. حزب تبلیغ میکنه در اینترنت؟ البته میکنه. تحت کدام نام ما میتونیم در اینترنت یا این صفحه حزب؟ اگه شما چی گفتنید؟ چی من میخوام با کدام نام یابم حزب کمونیستی را، برای که توپ نزد شما اومدن هر چی گفتم نیافتم. کمونیست تجه. کمونیست تجه سایت داره چی؟ خب دوستای عزیز، من جدی میگم که بار دوم است من جستجو میکنم. یک وقت سنجشی بود که من ببینم که واقعا
communist.tg با این نام هست سایت یعنی سامانه‌ای که ما بار اول شنیدیم. خب communist.tg ببینیم که چه سایتی هست که من شخصا توی وقت دوستم که سایتون خیلی نیست میگن این سایت. خب شاید ما یک حرف زیادی زدیم کمونیست برای که همین گونه شکل در ایمیلشون نوشته بودن. برای من 2 حرف زدم و میبینیم ولی که شاید با یک حرف میابن communist.tg. خب چون یک سامانه نیست نمیدونم، بازم ادامه میدیم. در فیسبوک و اینستاگرام و اینجا نداره. با اجازه من میخواستم همین چند عکس برای شما معرفی کنم. البته من بخشی گفتم که چیز است این یعنی سیاه سفید چاپ شده است، رنگ نیست. این کدام حزب بود یکمی که شما ورق دادید؟ همین دموکراتی. این کدام حزب بود؟ چی لازم میشمودن؟ نه من میخوام شما همین نامزدا را میشناسید رقیباتون در کرسی؟ من برادر این سوال شما سوال کودکانه. خب بله. اینا هر روز خطی من. بله. هر روز خطی من. بله. ایشم اینم خودم. نه با اجازه من میخواستم نام نسب کنید یک بار گوین اگر اجازه باشد که من شناسم. من نمیگم به این سوال شما جواب ندید چون سوال بیجوه. بله میشناسید شخصا. خیلی خوی من. شما اینا را همچون رقیب قبول نمیکنید، رفیق قبول میکنید؟ اون رفیقان رقیبان. رقیب حزبیان، رقیب این که من درست پیش یک نظرسنجی گذراندم و مردم در کوچه ها از 10 نفر همگی 1 نفر شناخت. ممکن من نشناسن، ممکن حزب بشناسن. فهمیدی؟ این که خلقه. این که شما را نشناختن چرا؟ سبب چی است؟ ممکن شما شخصی که سوال داشتین واپسی من نشناسد. ممکن آدم میگه شاید من بشناسم نه، چون که من در کارهای داخلی 38 سال کار کردم. در کلوب خطا نکنم. در کلوب خروتیپا در شنبه. بله. ایناش کی؟ نه روز. ایناش؟ نه نشناختم. А это из какой партии? Этой партии, честно говоря, я не знаю. Я кроме своего президента никого не знаю, и знать не хочу. تماما یکم این نامزدا به وای نامزدا به پرزیدنت. ولی همین که من در مورد اینترنت زیاد از شما پرسیدم به خاطر که امروز اکثر انتخاب کننده شما در اینترنت میگردن، ولی شما از سیستم کلاسیک و شاید یکم کنشدا معذرت حتی ماهنامه روزنامه نه حتی ماهنامه استفاده میبرید. چرا؟ تبلیغ خودتون در دوره پیش از انتخاباتی. البته در ماهنامه خودم پروگرام جواب کردگی این برای اساسی روی بهترین است. چون که اینترنت شما سوال دارگی اینترنت یک ذره یک دقیقه میشه. این گازیتا مجله دائمی است. با خواننده هاتون به فکرتون رفته میرسد؟ البته. تعداد نشرش چقدر است؟ البته 3,500 4,000 مو. هر ماه 3,500. گفتم ما 3 تا 4,000 تعداد نشر داریم. کمونیست تاجیکستان که من از ادارهشون گرفتم. نشر 7 2021 برای 2 نشر. ماهنامه 2 ماهنامه شده است. خب تعداد نشر نمیدونم با چی دلیلی اینجا با 2,000 آورده شده است. یعنی 2,000 ولی رئیس حزب نامزد به کرسی پرزیدنتی آینده میگه که ما 3 تا 4,000 نشر میشیم. کی را باور کنیم؟ و همین صحیفه یکم با اجازه شما یکی از رقیبای اساسی و یکی از مدعیان اساسی کرسی پرزیدنتی. شما 3 سوال گفته جواب بله. سوال آخر. زیر سوال‌ها پیدا شدن برای همین. نه. وقتی سوال دادید پررا سوال خود با کنکریت سوال جواب گه. هر سوال زیر سوال دارد به همین خاطر آخر. نه. آخرین سوال هم تمام. شما یکی از رقیبای اساسی کرسی پرزیدنتی ولی در صحیفه اول نامزد ارزنده پرزیدنتی کنونی را نشر کرده. اینا چه شرطیه این روزنامه شما؟ در روزنامه نه پرزیدنت همچون سرای دولت است. بله. سخنگویی که میدن اقتباس هم جهت کمونیستی را بری میکنه. ولی همچون نامزد ارزنده درجاش کردین. این انتخاب نام نه این گازیتا در مجله ما هر ماه رسمی پرزیدنت میبراید. هر ماه. پیش انتخابات پس انتخابات. چون که ما قبول کردیم. بله. سخنگوی اجرا کرده که با منفیت
دولت و منفعت خلق و منفعت هم درک میکنیم. بخشش با یک سوال دیگه بعد میبرم از بس. شما چند فیصد باور دارید که برنده میشه در انتخابات؟ ما که اینا هیچ کس نمیتوند. انتخابات های اینا خلق بیان میکند. چند فیصد میشود، چند کم میشود، نمیشود. اینا پس برگزار کردن انتخابات بعد میفهمیم. سلامت باشین، برادر باشین. اگر از این صحبت ها شما خوشتان میاد پیگیری صفحه ما و موضوع های ما باشین. حتما تگمچه عالی مونین، خوشتان آمد تگمچه پایین مونین، نظرهای تحلیلی و انتقادی بنویسین. به حقارت خواهش میکنم هر تحقیر و حقارت و دشنامی که نسبت به هر شخصیتی که باشد من پاک میکنم. حتما با دلیل نویسید، با فکت نویسید، با تحلیل نویسید و از روی آداب نویسید. باور دارم که شما این قاعده را چی میکنید؟ رعایت میکنید. تا صحبت بعدی ما تلاش میکنیم که با نامزدهای دیگر هم از نزدیک صحبت کنیم و با اونها سوالهای علاهیده هم دیگه هم داریم. به مثال چرا در شبکه‌های اجتماعی نیستن، چرا از میان نامزدهای جوانی حزبشون کسی را پیشبری نکردن، از میان جوان و انیق‌ترش و همین گونه سوالهای دیگر در شتابشون چی وضعیت است. خلاصه چنین سوالها زیادن. نسبت کرونا زنده باد، سال ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان ما. 11 اکتبر به انتخابات. دلیر مومالی بودم. پدرود.